السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. برادران عزیز گرامی قدر و خواهران عزیز گرامی قدر، الله سبحانه و تعالی همه ما و شما را توفیق بده، همه ما و شما را برای راست هدایت کنه. و من یهدی الله فلا مضل له و من یضلل فلا هادی له. الله سبحانه و تعالی کلامی را که برای گمراهی ببره و یگان هدایت نیست، تو اینکه الله سبحانه و تعالی خودش هدایتش نده. و کلامی را که الله سبحانه و تعالی هدایت داده است و یگان کسی را از راه زده نمیتواند و برای راست انشاءالله که میرود. و چی گفتنی هستیم برادران عزیز گرامی قدر؟ جوانانی که در تاجیکستان هستیم و خواهرانی که در تاجیکستان هستین شوهر دارین و کدامی که شوهر هم ندارین، و جوانانی که زن دارین و زن ندارین، در ناموسی برادرانی که در مهاجرن در ناموسی اونها خیانت نکنین. خواهران عزیز، همین شوهرای شما به خاطر شما آمدگیان، به خاطر فرزندهای شما آمدگیان تا این که چکا کنن؟ کار کنن، زندگی شما را پیش برن، تا اینکه شما محتاج نشوین به یگان چیز، به مثل دیگر زنها، به مثل دیگر خواهرها محتاج نشین یگان جا چیز نطلبین، مثل یعنی طلبنده نشین. به همون خاطر آمدگیان یعنی کار کنن. ما کل شده نظر نداریم و بعضی هاش که مثال خیانت میکنن. مثال زیاده 6-7 نفری که خودم میشناسم با همراه خودمون بودن، بگیم در یک طبق طعام میخوردیم، همین برادرها قدیما بودن 6-7 نفرشه، بگیم زنهاشون همینطور خیانت کردن. با همون خاطر برادران عزیز، همون کسانی که جوانانی که حیف کردگی نام جوانی را در ناموس برادران دیگر خیانت نکنین. اون برادرها آمدگیان از پدر و مادر بیرون، از پدر و مادر خارج، از پدر و مادر دور، از وطن دور، از خویش اقربا دور، در دست یک ارمیان، در دست یک ارز، در یک کس کار میکنن تو اینکه روزگارشون رو بگذرانن. بیچاره میان در حالت برای یک پتنت یک ماه خود را صرف میکنن، ایجا قرض میکنن، گردن شکج میکنن برای که پل بگیره پتنش بسپاره، پرپیسکا کنه و استرخوفکه و ایتک داله. مثال برای همه همین چیزها بیچاره یک ماهش صرف میکنن. ساعتای 2-3 شب والله میان او چیز بگیرن تو اینکه پتنت در پتنت بسپورن. و در برای پتنت سپوری 1001 تا بو پسری دینکه بیچاره جوش نمیرسه، وقتشو نمیرسه اینکه پتنت بسپورن. خلاص که یک ماه خود رو صرف میکنن به خاطر که کار بیاون، کار کنه. شما محتاج یگان چی نشین، اما ای بین 6-7 ماه میگذره که سبحان الله خواهران عزیز پیو بیچاره پلا کار میکنن، روان میکنن. اون خواهران عزیز باشن، اپاهای عزیز باشن، صاحب چند فرزندن، چند شمیش نسه والله 4 فرزند 3 فرزند دارن که فرزندهای نازنین بهترین که الله سبحانه و تعالی همه را نصیب نمیکنه، خیانت میکنن. بیچاره میخیزه میره میگه خیلیش از کاری چکا کنیم؟ خیلی الله سبحانه و تعالی توفیق بده. با هم خاطر دوستان عزیز، جوانان عزیز، زن گرفتن به خاطر دینش میگیرین، خوشروی زیبایی را چکار میکنین که فردا از بین چند سال میگذره در زندگی ما و شما خیانت میکنن. رسول الله صلی الله علیه و سلم میگه زن بچور خصلت بگی، اما برای خودت ضرور بدان دیندار را، کدامی که صاحب دینه، کدامی که از اسلام خبر داره، کدامی که معامله خوب داره. میگه ضرور بدار و علیکم بذات الدین، بختان ضرور بدانین، ضرور بشمارین زن دیندار را. خواهران عزیز خیانت نکنین. چند برادر دیگه والله خیستن تاجیکستان زنگیری رفتن، میگه رفتیم یگان تا یعنی ساز نیفتیم. گفتم برادر عزیز گمانی بد خوب نیست که الله سبحانه و تعالی میگه این بعد الظن اثم، گمان بعض گمان های شما این گناه کلان است که مثال تو نسبت دیگر کسها همین خیلی گمان میکنی.
و رسول خدا صلی الله علیه و سلم میگه که ایاکم والظن فإن الظن اکذب الحدیث. دوری بجوید از گمان بد، بدرسی که گمان بد یکی از گناههای کلان است، از گناههای بزرگ است. با همون خاطر الله سبحانه و تعالی همه ما و شما را توفیق بده. سبحان الله. خواهران عزیز، باز هم تکرار میکنیم خیانت نکن نسبت این برادرها. والله میان در خنک در 30-40 گرادوس خنک یعنی کار میکنن، در وگون خوان، بعضیش در داخل ماشین خوان، بعضیش سبحان الله در جای خواه هستن که سبحان الله تعب نمیکشه که همونجا بشینی، اما پلا اکنام میکنن تو اینکه بران در تاجیکستان یعنی زن فرزندی همین ها محتاج یگان کس نشود. بیچاره که محنت میکنن، حرکت میکنن، اما بیچاره تاجیکستان میرون زندگیشون ویران. بیچاره میان پول کار میکنن. بسیار میشناسیم، بسیار زنگ زدن گفتن که قرض قواله کردیم، رفتیم زنگ گرفتیم، زنمون یعنی دختر نبرامد، چکو کنیم؟ گفتم به خاطر الله اگر که خیلی که رسول خدا صلی الله علیه و سلم میگه که من ستر المؤمنین ستر الله له یوم القیامه. هر شخصی که گناه یک از میپوشانه الله سبحانه و تعالی گناههای او را روز قیامت میپوشانه. به اون خاطر اگر صبر کنی یعنی همون را قبول کنی چه گناهی هست، الله سبحانه و تعالی گناهایت را روز قیامت میپوشد. و همون خاطر خطان احتیاط کنیم برادران عزیز. برادرانی که نسبت دیگر برادران خیانت میکنن، زنهای امورا چی میکنن، جدا میشن، فرزندهای اونها بیچاره رز چوش در خونه‌های عمک، در خونه‌های بابی، در خونه‌های اکا و در دیگر جایی که باشن بیچاره در سرشون فقط چارمغ میشکنن که مادریت خیلی انسان بود. اگر فکر اختانه نکنین، رحم بختان نکنین، اما رحم به همون فرزندهای بیچاره بکنین، فرزندهایی که یگان گناه ندارن اما فکر همونها را کنین. والله که گیران میشن بعضی فرزندها را میبینی که بیچاره کسل بیمارن. این زن که کار کرد دیگه یگان جا کارم که نمیتونه صاحب 3 فرزند یگان جا کارشم نمیگیره، که اکثریت زن توجیک بی سواد نداره. یعنی قشلاق 80% یعنی سواد نداره که یگان جا برای دختری کار کنه یا اینکه ملیسگی یا اینکه پاوریه و دیگر چیزها. همه چی را فکر کنین پیش اینکه یک کار میکنین، فکر کنین که آیا همین به فایده ما و شما یا که به ضرر. یعنی همو لذتی که شما فکر میکنین برادران عزیز یعنی 10 دقیقه شما شاید باشه، اما یه عمره غم او برادری است که زنش او رفت، زنش یعنی خیانت کرد در ناموس او. خواهران عزیز اگر که معامله رفتار شوهرتان در شما محقول نیست، بگین که رفتارتان علش که یا اینکه و دیگر چیزها یا اینکه محقولتان نباشه بگو جواب نبوده، یعنی برو بعد چیکار میکنی بکن بعد اینکه جوابت را داد. اما در نکاح این برادر هستین، در ناموسش خیانت نکنین. با هم خاطر جوانان عزیز، برادران عزیز، کدامت که زنگیرین که رسول خدا صلی الله علیه و سلم میفرماید که الدنیا متاع و خیر متاع الدنیا هی زوجة صالحه. دنیا میگه به مثل یک متاع است، به مثل یک چیزی است و میگه بهترین همین چیز دنیا او زنی صالحه هست، زنی پاک دامن است، زنی هست که در ناموس تو خیانت نمیکنه، زنی است که با گفته های تو میکنه. این زنی صالحه در طاعت عبادت الله است، در ذکر یاد الله است، همین از زنی صالحه. با اون خاطر همیشه دعا کنیم که اللهم ارزقنا زوجة صالحه، زنی صالحه را خدای برای ما و شما نصیب کنه. در نمازات هم دعا کنیم که خدا زنی صالحه را برای شما نصیب گردونه. خدا نکنه که زن بگیرین بیاین فردا در ناموس شما خیانت کنن. خدا همه ما و شما را نگهبان باشه، همه ما و شما را توفیق بده، فرزندهای ما و شما را برای راست هدایت کنه. خدا توفیق شما بده.
هر مراد مقصد دارین، هر آن چیزی که آرزو دارین خداوند نصیبتان بگردانه. اما خواهران عزیز خداوند توفیق بده و جوانانی که همین خیلی رفتار میکنن، در ناموس دیگه کسا خیانت میکنن، الله سبحانه و تعالی اینها را هم توفیق بندگی را عطا کنه، در دلشان ایمان کامل نصیب بگردانه تا اینکه نسبت دیگه کسا خیانت نکنن. باقی در امان الله باشین. همه این سخنایی که ما گفتیم از سوزش دل که برادران والله میآیند، قسم به الله که میآیند با هم را زندگی میکنن، میبینیم میشناسیم هم دیگر را، میان میگه گیران میشن که هم خیلی رفتار کردن، نمیدونیم چیکار کنیم. اما میگه جوان باشه ما زنگش میزنم، میگه قدش گم میزنم چرا یرک آیا تو این کار کردی یا نکردی، مثال امید تهمت نباشه، میگه قسم میخوره که والله کردم. با بزمی کردگیش با برای می صاحب شوهر میزن، یعنی با اگرجت میکنه و زوری میکنه، میگه در کار شوه میولت قبود میکنه. سبحان الله. کجا رفته ایسین؟ میر کودک کتسن کجا رفته ایسین؟ چکو که ایسین؟ یعنی در ناموسش خیانت کردیم با بزمی همی زوری میکنیم بسر تکی در کار شوه با میولت قبودین چی گفتن نمیتونیم. الله باقی در امان الله باشین. خداوند همه ما و شما را توفیق بندگی عطا فرماید. رزق حلال نصیب گردانه، عافیت. و چه خاطر رسول خدا صلی الله علیه و سلم میگه که همیشه دعا کنین که اللهم ارزقنا عافیت فی الدین و الدنیا والآخره انک علی کل شیء قدیر. خداوند عافیت برای ما و شما نصیب گردانه در دنیا و در دین ما و در آخرت، که الله سبحانه و تعالی به همه چی قادره. رسول الله میگه فقط همین دعا را کنیم، یعنی عافیت خوشبختی را برای ما و شما، که در خاندان ما و شما مشکلی یگان چی پیدا نشود. باقی در امان الله باشین. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.